خب به روز اول خوش اومدید. میخوایم بحث و با صحبت درباره یکی از مهمترین کلمات در مبحث چیرگی و داشتن یک زندگی فوق‌العاده شروع کنیم. و اون کلمه وقف کردن و از خودگذشتگیه. ببینید شما میتونید فردی بسیار جاه طلب باشید ولی اگه حاضر نباشید خودتون رو وقف رؤیاتون بکنید هیچ اتفاقی نمیافته. پس میخوام درباره تحقیقات آنجلا کورس صحبت کنم. ایشون درباره دانشجویان ممتاز، کارآفرینان و همچنین بهترین ها تحقیق کردن. فهمیدن که موفقیت خیلی زیاد در گروه پشتکار و سخت‌کوشیه و زیاد به استعداد ذاتی ربطی نداره. شما رو نمیدونم ولی من عاشق مستندی دارم. چند ماه پیش مستندی رو دیدم که اسمش پسر خوب بود، درباره بوکسوری به نام ری بوم بوم منسینی. اون میگفت که برادرم استعداد بدنی بیشتر و دستای بلند و قدرت و قد بلندتری داشت، ولی میگفت من اشتیاق و آتش بیشتری داشتم. پس خیلی مهمه در مسیر تحقق رویاها و اهدافتون حاضر باشید و با تمام وجود خودتون رو وقف رؤیاهاتون بکنید، چون هیچ ایده‌ای کار نخواهد کرد تا زمانی که شما دست به کار بشید. حالا میدونم که تغییر اولش سخته و میفهمم که تغییر در میانه آشفته کننده است. میخوام یادتون باشه که تغییر و تحول در آخر واقعاً بسیار بسیار زیباست. ایده دیگه‌ای که میخوام در شروع سفرمون بهتون تقدیم کنم اینه که برای داشتن نتیجه‌ای که فقط 5% مردم دارن، باید تمایل داشته باشید کارایی رو انجام بدید که فقط 5% از مردم انجامش میدن. ببینید آدمای قربانی عاشق اینن که همیشه سرشون شلوغ باشه، ولی رهبران عاشق اینن که نتایج واقعی بگیرن. قربانی عاشق سرگرمیان، افراد موفق عاشق یادگیریان. قربانی عاشق شایعه پراکنی و شکایتن. افرادی مثل شما عاشق این هستن که آستین بالا بزنن و کارای مهم رو انجام بدن. پس باید حواستون باشه درگیر ذهنیت افراد قربانی نشید. اگه به اکثریت متوسط جامعه نگاه کنید، میبینید که به حواس پرتی ها معتاد شدن. مشغول مشغله ها هستن و ویدیوهای زیادی میبینن و وبسایت ها را میگردن. معمولاً بدون فکر کردن کارایی میکنن که باعث رشد جنبه معنوی زندگیشون و رشد ذهن و فکرشون نمیشه. اونا شخصیتشون رو بهتر نمیکنن، رفاهشون، زندگی شخصیشون و تأثیرشون روی جهان رو بهتر نمیکنن. پس این خیلی مهمه که ایده وقف کردن و از خودگذشتگی رو درک بکنید. شما میتونید به هر هدفی دست پیدا کنید ولی رؤیا پردازی دربارش کافی نیست. بلکه باید آستین بالا بزنید و دست به کار بشید. تاکتیکی رو که میخوام در 7 روز آینده انجامش بدید اسمش SDAG هست، یعنی اعمال کوچک و روزانه برای عالی بودن. اقدامات و گام‌های کوچک روزانه اگر به صورت مستمر انجام بشن، در طولانی مدت شما رو به سطح بالایی از چیرگی و ماهر شدن میرسونن. پس کافیه هر روز 1% پیشرفت در جنبه‌ای از زندگیتون ایجاد کنید. جنبه‌ای که با تمام وجود میخواید در آن پیشرفت بکنید. اگه بتونید 30 روز پشت سر همین کارو بکنید، حداقل 30% پیشرفت میکنید. پس اقدامات و پیشرفت‌های کوچک و پایدار موجب برنده شدن شما میشن. میخوام شما رو با داستانی درباره کوبی برایان، یکی از اسطوره‌های NBA آشنا بکنم. خب خیلی‌ها فکر میکنن که اون با استعداده و من استعدادی ندارم، پس نمیتونم کارای بزرگی انجام بدم. این یه بهانه بسیار خوبه برای اینکه کاری انجام ندید. یه مربی بود که داستانی از کوبی برامون تعریف میکرد. اون گفت که یه پیامی از کوبی دریافت کردم. نیمه شب بود و کوبی میگفت که میخوام تمرین کنم. پس رفت و کوبی رو در باشگاه دید و ساعتها تمرین کردن. دویدن، به سمت حلقه پریدن و تکنیک‌های خاصی رو کار کردن. بعد مربی کارشو تموم کرد و رفت خونه که بخوابه و کنار خانواده‌اش باشه. فرداش ساعت 10 صبح برگشت که با باقی بازیکن‌ها تمرین کنه و کوبی هم بود و مربی رفت سمت کوبی و گفتش واقعاً تمرین معرکه‌ای وسط شب انجام دادی، خیلی فوق‌العاده. و این خیلی عالی بود که اون موقع شب سخت تمرین میکنی و اونقدر خودتو وقف رؤیاهات میکنی. خب کوبی بعدش چیکار کردی؟ کوبی در حالی که هنوز عرق از سر و روش میریخت به مربی نگاه کرد و گفت که منظورت چیه که بعدش چیکار کردم؟ من همینجا در باشگاه موندم. منظور من با عشق و احترام کامل اینه که استعداد به خاطر ژنتیک شما نیست، بلکه به خاطر عادتهای شماست، به خاطر از خودگذشتگی و سرسختی و تعهد شما برای دنبال کردن جاه طلبی‌ها، رؤیاها و هدفهای روزانه‌تونه. من میدونم که میتونید انجامش بدید، پس میخوام که این کارو انجام بدید. پس تکلیف شما اینه که ابتدا لیست رؤیاها و اهداف اصلیتون رو بیارید و از خودتون بپرسید که چقدر حاضرید خودتون رو وقف رؤیاهاتون بکنید. طی 7 روز آینده چه گام‌های کوچکی رو در مسیر تحقق رؤیاهاتون برمی‌دارید؟ آیا حاضرید از خودگذشتگی بکنید و به خاطر به انجام رسوندن کاراتون از بعضی از لذت‌ها بگذرید؟ میتونید در این باره با بعضی از دوستاتون صحبت کنید، چون باعث میشه تعهدتون بیشتر بشه و انگیزه بیشتری دریافت کنید.